هی رفقا، خوش اومدید به استریم من میرادم و قراره تو دنیای ماینکرافت آنجلس کلی ماجراجویی کنیم. بزن بریم. این اسکین قبلی منه و من بازی رو تمام کردم یه بار و ما میخوایم بازی رو از دوباره شروع کنیم و ما روی این گزینه میزنیم که شخصیتمون رو انتخاب کنیم و روی این گزینه میزنیم. اینجا کلی شخصیت هست که ما میتونیم از اینجا شخصیت انتخاب کنیم. مثلا من اینو میزنم و این گزینه رو میزنم و دوباره این گزینه رو میزنیم و بازی رو شروع میکنیم. الان بازی در حال لود شدنه. میخوایم بازی رو شروع کنیم. اینجا نشون میده که از کجاها میخوایم رد شیم و ما برای که وقت ویدیو کمتر بیشتر باشه اسکیپ میکنیم. خب ما اینجا کلی تجهیزات داریم که اگه با گزینه آی رو بزنیم اینجا همه سلاح‌ها و تجهیزاتمون اینجا هست و در بازی هر چیزی که میگیریم اینجا میاد. ما الان لول 1 و اگه به بازی هی ادامه بدیم لولمون رو بیشتر میشه و با این با لول آپ شدن از این میتونیم اینچنت کنیم، مثلا اینا رو اینچنت کنیم ولی الان من ندارم و در بازی میتونیم به دست بیاریم. اینم جونتون رو پر میکنه اگه گزینه A رو بزنید. اگه M رو بزنید نقشه رو میاره رو صفحه و ما اینجا دو نوع چست داریم که یکیش در بازی هی ظاهر میشه ولی باید اونا پیداشون کنیم که ظاهر میشه و اینا هم اگه از کنارشون رد شدیم تو نقشه نشون میده و میتونیم دوباره اونا رو پیدا کنیم. خب الان گزینه تب رو هم بزنیم نقشه رو میاره رو صفحه و الان اینجا هم اونجایی که میخوایم چست پیدا کنیم. الان اگه گزینه اسپیس رو بزنیم اسپیس رو میزنیم و اینجا رو میریم یه چست اومد تو نقشه و این چست رو باز میکنیم و الان یه دونه اضافه شد به چستمون یه دونه اضافه شد. خب الان ما برمیگردیم. این مجموعی هم که میخوریم وسط بازی ناپدید میشیم. بعضی از مجموعه ها میخوریم ناپدید میشیم و میریم این زامبی ها روشون کلیک میکنیم و شمشیر میزنیم. اینا هم بعدا نشون میدم تو قسمت بعدی بهتون میگم چیه. همونجوری که داریم میریم زامبی ها هم میاد. هر وقت یه دونه زامبی ها بزنید راهتون باز میشه. این زامبی ها رو میزنیم. در راه هم تیر به دست میاریم و میتونیم با تیرکمون تیر بزنیم ولی الان مرحله اوله. خب این تیر رو نگه میداریم با کلیک راست به سمت دشمنمون کلیک میکنیم و دشمنمون میمیره و نکنید نگه میدارن ولی اگه نگه دارین قدرتمندتر میزنن. الان مثلا من اینو میزنم زامبی هم اینجا حمله میکنن. من چون یه بار این بازی استریم کردم دیگه همه چیز رو بلدم دیگه. شما باید یاد بگیرید و اینجا هم مثل اونجایی که گفتم پنهان یا ظاهر میشه اینجا نیا کنید. الان ظاهر میشه یه دونه چست نیا کنید. الان یه دونه چست دیگه اون اضافه شد از اون پیدا شدنی ها. این چستا جزو اونا نیست. در بازی میگیریم و چیز خوبی مثلا غذا یا تیر بهمون میده. اینجا هم رسیدیم به جای اصلیش. اینجا هم یه راه مخفیه که از این پشت میریم. اینجا هم یه چسته. این هم از همون ظاهر شدنی ها بود. اینجا مجسمه ویلیجر هست. حالا این در بسته میشه و رئیس پیلیجرها این رئیس پیلیجرها یا رئیس همه اینا که اینا رو اسپان میکنن. الان بازی چون مرحله اوله بهمون خیلی سخت نمیگیره و الان ما لول آپ شدیم. لول آپ که شدیم قشنگ میریم همه جا رو میگردیم و گزینه آی رو میزنیم. الان شدیم لول 2 و یه دونه از اینا بهمون داد و الان ما میتونیم اینچنت کنیم. مثلا هر اینچنتی مال خودشو داره. مثلا من میام اگه اینو بزنیم در بازی شانس امیرالد گرفتنتون بیشتره
مثلا من اینو خرید میکنم و زدم دروازه هم یه دونه فشفشه گرفتیم الان. گزینه آی رو میزنیم، این فشفشه رو میاریم اینجا. اگه گزینه 2 رو بزنید 3 رو بزنید این فشفشه میاد جای کلیک راستتون. کلیک راست رو بزنید این میاد دشمنتون رو میترکونه. الان هم یه دونه چست میگیریم، این رو وای میسیم. الان ما میایم اینجا میپریم، این چست رو باز میکنیم. این هم یه دونه چست بود. همینطوری به بازیمون ادامه میدیم تا مرحله اول رو تموم کنیم. اینو میزنیم. الان این که پر شد واسه دشمنمون استفاده میکنیم که ببینید چطوری استفاده میشه. اینجا رو قشنگ بگردیم. حالا من که چون که وقت بازی میره نمیدارم و مرحله اول تموم شد. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. You were too late to rescue the villagers, but don't fret, they're still out.